بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسوله الامین محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. باز هم با قسمت دیگری برنامه قهرمانان با قهرمان جدید خدمت شما عزیزان و سروران هستم. البته هدف از اجرای این برنامه یا صحبت در مورد این قهرمانان این است که جوانان امروزی مسلمانان، فرزندان مسلمانان ببینند که چقدر تاریخ درخشان دارند و چه شخصیت‌های تاریخ ما بجا گذاشته است و در اوراق تاریخ اسلام نام چه شخصیت‌های ثبت است. کسانی که روم و فارس و چین و اروپا و مشرق و مغرب رو به لرزه در آورده بودند. شاهان این سرزمین ها پیش روی این قهرمانان ما زانو زدن، همیشان با ذلت و خواری یا جزیه را پذیرفتن و یا هم کشته و مردار شدن. متاسفانه امروز مسلمان ها تاریخ این قهرمانان را فراموش کردن و فکر میکنند که این چند تا کسانی که فیلم میسازن و در فیلم ها ظاهر میشوند یا فوتبالیست ها یا هم افراد این بر اون بر، واقعا اینها قابل الگو گرفتن هستند. باید ما از اینها تقلید بکنیم. نه، ما شخصیت هایی داریم مثل موسی ابن نصیر، مثل طارق ابن زیاد، مثل قتیبه ابن مسلم و امروز هم یک فرمانده دیگر، یک قهرمان دیگر، اما قهرمانی خردسال، قهرمان میتونیم بگیم نوجوان، محمد ابن قاسم رحمه الله تعالی، فاتح سند، فاتح هند. امروز که ما هند را یکی از ابرقدرت‌های دنیا و یکی از اتمی‌های دنیا میشناسیم، روز پیش روی این نوجوان، پیش روی این قهرمان نوجوان ما، شاهان هند و سین زانو خم کرده بودند و با ذلت و خواری آنها جزیه دادن را قبول کرده بودند. محمد ابن قاسم در شهر طائف جزیره العرب که چند کیلومتر از مکه مکرمه فاصله دارد، در شهر طائف در سال 72 هجری به دنیا آمد. نام حجاج ابن یوسف را در برنامه‌های گذشته خیلی زیاد گرفتیم. حجاج ابن یوسف که از فرماندهان و والیان معروف خلافت بنی امیه هست، این محمد ابن قاسم که قهرمان امروزی ما هست با آن روابط خانوادگی داشت. محمد ابن قاسم فرزند پسر عموی حجاج ابن یوسف بود. حجاج ابن یوسف پدر قهرمان ما که محمد ابن قاسم هست، قاسم را به عنوان والی بصره انتخاب کرد و قهرمان ما در کودکی به بصره رفت و از بصره دورتر شهر واسط را حجاج ابن یوسف معسکر ساخته بود برای لشکریان اسلام که در آنجا تدریب میدیدن. نوجوانان آنجا رفته فنون جنگی را می آموختند. بدون شک محمد ابن قاسم نیز در معسکر یا در تدریبگاه واسط زیر نظر سپهسالاران معروف و جنگجویان معروف عهد خلافت بنی امیه تدریب دید و با فنون جنگی آشنا شد از همان نوجوانی و از همان طفولیت. البته بعید نیست که یک نوجوان در آن سالهای جهاد، در سالهای فتوحات، وقتی که در یک معسکر لشکر اسلامی رفته تدریب می‌بیند و آموزش می‌بیند، بدون شک و حتما این تصورها در سرش چرخ می‌خورد که باید یک بخشی از بخش‌ها و جغرافیای جهان را او فتح بکند و در قلمرو اسلام داخل بکند. شاید در ذهن و تخیل و تصور محمد ابن قاسم فتح سند یا فتح هند رخ داده باشه، خطور کرده باشه که خداوند روزی این آرمان او را و این خواب او را به حقیقت مبدل می سازد. داستان چنین است که در جزیره سیلان که امروز به نام کشور سریلانکا ما میشناسیم، خاندان از خاندانهای مسلمانان عرب با مال تجارتشان آنجا رفتن و بعد از تجارت زیادی آنجا سکونت پذیر شدند و ساکن سریلانکا شدند.
خب بعد از یک مدتی، بعد از چندین سالی، مرد این خانواده وفات می کند و این خانواده مسلمان که در آنجا زندگی میکردن، خانم‌هایشان باقی میمانند. میبینند که اینجا دیار غربت هست، همه کافر هستند و اینها هم اونجا تنها ماندن، خواستن برگردن پس به عراق بیاین. ملک سیلان، شاه آن وقت سریلانکا، خب میدانست که مسلمانان هر طرف را دارن فتح میکنن. پیروزی های مسلمانان آن طرف تا قلب اروپا و این طرف تا قلب چین رسیده است. خواست از این طریق ولای حجاج ابن یوسف و ولای خلیفه مسلمانان ولید ابن عبدالملک را به دست بیارد. این خانواده مسلمان را با بسیار عزت و اکرام، با هدایای زیاد برای حجاج ابن یوسف و برای ولید ابن عبدالملک در یک کشتی سوار کرد و اینها را راهی عراق کرد. در مسیر راه وقتی که این کشتی حامل این خانواده مسلمانان و خانم‌های مسلمان به سوی عراق می آمدند، در منطقه کراچی امروزی ما بگوییم شاید بهتر باشه، شهری از شهرهای پاکستان که امروز کراچی نام دارد، در اینجا قطاع طریق‌ها بالای این کشتی حمله آوردن و تمام مالشان را به غارت گرفتن و خانم‌های اینها را نیز به اسارت با خود بردند. اینجا بعضی مورخین میگویند که یکی از این خانم‌های مسلمان صدا زد که وا حجاجا. خب این چقدر درست هست و چقدر این واقعا نادرست هست بدون در نظر گرفتن صحت و ثقب این حادثه، اگر چنین حرفی از آن خانم مسلمان بیرون شده باشه و چنین صدای او زده باشه که وا حجاجا، خداوند این را به گوش حجاج میرسانه و حجاج در عراق میگوید لبیکی لبیکی. خب به هر صورت به حجاج خبر رسید که کشتی حامل مسلمانان این گونه به غارت برده شده است. اینجا حجاج به شاهی که در آنجا بود، ملک داهر نام داشت، در دیبل یا کراچی امروزی پیام میفرستد که این کشتی مسلمانان را هرچه عاجل به عراق برگرداند و اسیرانی که از مسلمان ها گرفتن او را نیز رها کنند. اینجا ملک داهر اعلان بیخبری کرد، گفت من خبر ندارم اصلا این قطاع طریق ها دزدها این کار را کردن و من بالای اونها هیچ نوع تسلطی هم ندارم، هیچ کاری هم کردن نمیتونم. اینجا حجاج ابن یوسف لشکر فرستاد، یک لشکری به سرکردگی عبیدالله ابن بنهان سلمی فرستاد که اینها شکست خوردن و عبیدالله نیز شهید شد و سپس لشکر دیگری به سرکردگی بودیل بجلی فرستاد. حجاج ابن یوسف متاسفانه این لشکر نیز شکست خورد و بودیل بجلی نیز شهید شد. حالا حجاج دید که والا این داره مشکل بزرگتر می شود. خب تصمیم گرفت که واقعا بالای اینها حمله شود و اسیران مسلمان آزاد شوند. و از سوی دیگر به حجاج پیام رسید که ملک داهر که اعلان بیخبری می کند، اسیران مسلمان در زندان خودش زندانی هستند. حجاج ابن یوسف یک لشکر 6000 نفری را آماده کرد، ترتیب داد و فکر کرد که چه کسی باید فرماندهی این لشکر را به عهده بگیرد. بعد از فکر زیاد نظرش بالای قهرمان امروزی ما محمد ابن قاسم که در آن وقت تنها 16 یا 17 سال عمر داشت و او خورد و او را به عنوان امیر این لشکر و فرمانده این لشکر تعیین کرد و او را راهی سند کرد. محمد ابن قاسم این لشکر 6000 نفری را گرفت، اول به سرزمین شیراز رفت، از آنجا نیز 6000 نفر دیگر با لشکر این پیوست که در مجموع 12000 نیرو شدند. محمد ابن قاسم با این 12000 نفر راهی دیبل یا کراچی امروزی و یا هم سند امروزی شد که از کراچی فتوحات را آغاز کرد. خب در دیبل ملک داهر در مقابل محمد ابن قاسم لشکر خود را بیرون کرد و جنگ صورت گرفت، معرکه شدیدی صورت گرفت، اما محمد ابن قاسم در این جنگ پیروز شد و سنده ها در اولین جنگ و در اولین نبرد در مقابل مسلمانان شکست خوردند. البته اینجا اسیران مسلمان را نیز محمد ابن قاسم آزاد کرد و صحیح سالم به عراق فرستاد. اما حالا دیگه محمد ابن قاسم سیراب نشده بود، بلکه میخواست فتوحات اسلامی را گسترش دهد.
و شهرهای هند یا شهرهای سند را یک بعد دیگری فتح میکرد. بعد از کراچی به سراغ حیدرآباد امروزی رفت. البته ملت حیدرآباد بدون جنگ صلح کردن و تسلیم شدن. به حیدرآباد هم محمد ابن قاسم اکتفا نکرد و فتوحات خود را ادامه داد. اینجا قابل یادآوری است که محمد ابن قاسم در عین حال که یک جوان بود، تنها 17 سال عمر داشت، از سوی دیگر خیلی هوشیار، ذکی و با اخلاق و با رویه بود. این حسن خلق و این جوانی خردسالی از او از یک سو سندی ها را گرویده خود ساخته بود. سندی ها حیران بودند که این چطور فرمانده است که یک نوجوان، یک جوان خردسن تنها 17 سال عمر دارد، این همه لشکر را رهبری می کند و با بهترین وجه در میدان نبرد اینها را رهبری می کند و فتوحات یک بعد دیگر نصیب این فرمانده جوان می شود. اینجا تعداد زیادی از سندی ها مسلمان شدند و در لشکر محمد ابن قاسم شامل شدند. گفته می شود که 4000 سندی در لشکر محمد ابن قاسم شامل شدند که در فتوحات بعدی که محمد ابن قاسم در سرزمین سند و هند حاصل کرد، تأثیر این 4000 سندی واضح و نمایان بود، چون آنها با آن سرزمین ها آشنایی داشتند. خب این قهرمان ما محمد ابن قاسم در ملتان امروزی پاکستان نیز جنگ شدید صورت گرفت. ملتان را نیز محمد ابن قاسم فتح کرد و به ملتان هم اکتفا نکرد، فتوحات او ادامه داشت. هر شهری بعد شهر دیگری فتح می کرد. فتوحاتش تا سرحد کشمیر از آن طرف رسید، تا کشمیر فتح کرد. ما میتونیم به طور کلی بگوییم که پاکستان امروزی تا نصف هند امروزی به قلمرو اسلام درآمد و فاتح هند، لقب فاتح هند یا لقب فاتح سند را این قهرمان تنها 17 ساله نوجوان ما از آن خود کرد. فتوحات محمد ابن قاسم ادامه داشت، اما مشیت و تقدیر الهی بر این بود که مثل قهرمانان گذشته ولید ابن عبدالملک وفات می کند. سلیمان ابن عبدالملک خلیفه مسلمانان می شود. ما وقتی که از سلیمان ابن عبدالملک در هر مورد این قهرمانانی که تا حال صحبت شده ذکر می کنیم، شما فراموش فکر نکنید که شاید سلیمان ابن عبدالملک چقدر انسان بدی بود است که در مقابل این قهرمانان ظلم کرده است یا جنایت کرده است یا آنها را از بین برده است. نه خیر. سلیمان ابن عبدالملک هم مثل سایر انسان هست، بشر هست. از او خوبی های هم صورت گرفته و از او اشتباهات هم صورت گرفته است. در این اشتباهات بدون شک نقش یک تعداد از اشخاص ماجراجو، اشخاصی که دیده نمیتوانستند قهرمانی این قهرمانان را، خب دشمن میخواست که به هر نوع مسلمانان را ضربه بزند، خب آنها بدون شک دخیل بودند، دست داشتند. خب چنین در آخر چنین حادثات اسفناک و اسفبار رخ میداد. همانگونه که با قهرمانان گذشته ما در آخر نامردی صورت گرفت، با تأسف زیاد باید بگویم که با این قهرمان ما، با محمد ابن قاسم نیز در آخر نامردی صورت گرفت. محمد ابن قاسم تا حال از فتوحات سرزمین هند سیراب نشده بود. میخواست که فتوحات اسلامی را تا کوههای همالیا برساند. میخواست که با پرچم اسلام کوههای همالیا را سر کند، اما مشیت الهی این بود که ولید ابن عبدالملک وفات کرد و سلیمان ابن عبدالملک جانشین شد. سلیمان ابن عبدالملک در زمان خلافت ولید ابن عبدالملک با حجاج ابن یوسف تنش‌های میانشان وجود داشت. چون ولید ابن عبدالملک از حجاج ابن یوسف زیاد میشنید، به مشوره‌های زیاد عمل میکرد نسبت به سلیمان ابن عبدالملک، خب از اینجا میانشان تنش‌های صورت گرفته بود و این تنش‌ها به کدورت‌ها تبدیل شده بود که بعدها چنین حادثات
رخ میداد که واقعا نباید رخ میداد. خب وقتی که سلیمان ابن عبدالملک خلیفه مسلمانان شد، تمامی فرماندهان و والیان را که حجاج ابن یوسف تعیین کرده بود و مقرر کرده بود، آنها را عزل می کرد و یا هم به یک طریق از بین می برد و والیان و فرماندهانی که با حجاج مشکل داشتن و دشمنی داشتن، آنها را والی تعیین می کرد. اینجا نیز در عراق صالح ابن عبدالرحمن را به جای حجاج ابن یوسف که از دشمنان دیرینی حجاج ابن یوسف بود به عنوان والی عراق تعیین کرد. اینجا صالح ابن عبدالرحمن که با حجاج مشکل داشت، خب حالا محمد ابن قاسم هم پسر عموی حجاج ابن یوسف هست و یکی از فرماندهان معروف حجاج ابن یوسف هست. آن کینه و کدورتی که با حجاج داشت خواست او را بر سر این فرمانده جوان ما خالی بکند. خب پیام خلیفه به محمد ابن قاسم رسید که برگردد به عراق. او میخواست فتوحات را ادامه دهد. پیام خلیفه رسید که برگردد به عراق. اینجا محمد ابن قاسم میدانست که مسیر او همانند موسی ابن نصیر، همانند قتیبه ابن مسلم، همانند طارق ابن زیاد خواهد شد. چون با آنها نامردی صورت گرفته بود، با این نیز نامردی صورت میگیرد. اینجا لشکریان محمد ابن قاسم و سندی هایی که مسلمان شده بودند و حتی سندی هایی که تا هنوز هندو بودند، بودایی بودند، مسلمان نشده بودند، همه کافر و مسلمان سند و هند گرویده این سپهسالار نوجوان شده بودند، عاشق این سپهسالار نوجوان شده بودند. آنها وقتی که دیدن که محمد ابن قاسم داره از سند و هند برمیگرده، گفتن کجا میری؟ گفت خلیفه پیام داده که باید برگردم. گفتن نه، نرو، تو اینجا با ما باش، نمیخوایم تو از اینجا بروی. اگر خلیفه برایت مشکل ایجاد کرد، ما در کنار تو ایستاد میشویم. اما محمد ابن قاسم مثل قهرمانان گذشته ما هیچگاه نمیخواستن به خاطر آنها، به خاطر شخصیت آنها میان مسلمانان درگیری صورت بگیرد و خونریزی صورت بگیرد. این قهرمانان ما هر کدامشان خود را فدا کردند تا امت اسلامی متحد و یک پارچه بمانند. به هر صورت محمد ابن قاسم از سرزمین سند یک روز رخت سفر میبندد و ملت سند فکر کردند که واقعا امروز آفتابشان داره غروب میکند. سندی ها، مسلمان ها و کافرهایشان همه اشک ریزان محمد ابن قاسم را یک روز ودا گفتند و او را رخصت کردند و محمد ابن قاسم به سوی عراق برگشت. به مجرد که قهرمان نوجوان ما محمد ابن قاسم به عراق برگشت، در این سفر 3-4 سالش تقریبا گفتم پاکستان امروزی تا نصف هند امروزی را فتح کرده بود. او به عنوان فاتح سند یا فاتح هند معروف و شناخته می شود. و مجرد که به عراق رسید، صالح ابن عبدالرحمن که گفتم کینه دیرینه با حجاج داشت، خواست قصور آن را از محمد ابن قاسم بگیرد. محمد ابن قاسم را دست و پایش را بست و او را به زندان واسط فرستاد. در زندان در حق این قهرمان ما نیز نامردی زیادی صورت گرفت، مورد تعذیب و شکنجه قرار گرفت. بالاخره در زیر شکنجه ها و تعذیب های صالح ابن عبدالرحمن، قهرمان امروز ما محمد ابن قاسم جام شهادت نوشید. انا لله و انا الیه راجعون. البته عمر ابن عبدالعزیز خیلی زیاد سعی کرد که به یک نوع خلیفه را وادار بکند که در حق این ابرمرد ظلم صورت نگیرد، تجاوز صورت نگیرد. عمر بن عبدالعزیز سفارش کرد، واسطه شد که محمد بن قاسم را از بند رها کند و بعضی مورخین میگویند که سلیمان بن عبدالملک امر رهایی محمد بن قاسم را نیز فرستاد و به صالح ابن عبدالرحمن پیام فرستاد که محمد بن قاسم را هرچه عاجل از زندان رها کند. اما قبل از این که این پیام خلیفه به صالح ابن عبدالرحمن برسد، متاسفانه قهرمان ما این دنیای فانی را ودا گفته بود و زیر شکنجه
و عذاب صالح ابن عبدالرحمن جام شهادت را نوشیده بود. انا لله و انا الیه راجعون. تا برنامه بعد، تا قهرمان بعد، همه شما عزیزان را به خداوند یکتا و یگانه میسپارم. الله یار و مددگارتان. و السلام علیکم و رحمت الله